هی کسانی که از سطوت قهاری خدا غافله، یکی ناگهان همینجا عزرائیل رایی که نه جون تا بگیره، اون مگزینت بمونه، لینچه ها در همونجا بمونن، از همینجا مرده خاک ترا بخونه تا ببرن. نمیترسی مگر؟ ایره اندیشه نداری؟ خیال میکنی که جان در اختیاری تو هی؟ خیال میکنی که تو قادری به جانت؟ خیال میکنی عزرائیل بیایه تو جان را دادن نمیتوانی؟ باید ای مسلمان اندیشه کن. اهل بازار برای فلیداوی جراحات، این دیل یاره که او روز جراحت است، این جراحتون همینجا دارو کنی، همینجا جنت بخره، جنت همینجا الله میفروشه، کسی بیلت جنت بگیره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا میخره مومنا را، جان مومنا را، مال مومنا که در راه خدا صرف شود، در برابری الله مومنای جان فداره برای اینا جنت تیار کرده. ایرا باید اندیشه داشته باشند. میگویند شوقناکم فلم تشتاقو، شما را ای جنت و نعمت و حور عین بسیار تشویق کردیم، هیچ در دلتون محبت پیدا نشد. امو دکان دیدی، امو چیزی حقیر منافسه دیدی، ای اونجا معلوم شد که ایمانی کامل نداری. والله با این خبر دل دو قدر مستحکم نیست. چلا مسلمانی عالیم برای میگه شوقناکم و خوفناکم فلم تخافو، شما را ترساندیم از عذاب جهنم در برابر معصیت زلالات، در برابر بینمازی ها و گمراهی ها، در برابر دروغگویی ها و فریبگری ها. دوزخ الله معیا کرده است. شما عالم دلای سنگ مرمر زنگ زدگی نترسیدید، اکنون چرا شما را من مهلت دادم؟ خدا میفرماید فلولا رجال خشع و صبیان رزع و بهائم رتع و شیوخ رکع لصب علیکم العذاب صبا. اگر دعای مردان شب زنده‌دار نباشد، آدم های کودکانی بی پدر یتیم گریه آنها را من نظر نکنم در رحمت من اگر نباشند، البته بدانید که مردان اهل علم و دیانت نباشد در میان شما، عذاب مثل باران به بالای شما ای بی توفیقای بی نماز میریزانند. لیکن اینا هستند که من رحم میکنم. خداوند میفرماید اینا هستند که من رحم میکنم. برای همین میگویند وقتی در یک مسلمانان در یک جا جمع میشوند، مذاکره علم میشود، در مسجد تفسیر قرآن میشود، یک کسی برای خدا نآمده است، کنی بر بارو کرسم نبگه بار بعضی آدمlar kelib jum'adan ba'zi birga aytyapti